امروز میخواهم درباره وقت صحبت کنم. وقتی شما ارزشمند است، آن را برای زندگی خود صرف کنید. در این جهان زودگذر که هر لحظه به طور بی‌نظیر و ناتکرار می‌گذرد، ما باید یک چیز را دائما در خاطر نگه داریم. وقتی ما محدود است. هر نفسی که می‌گذرد برگشتنش ناممکن است و از این رو ما باید آن را با زیرکی و مسئولیت استفاده بریم. همگان میفهمیم که زندگی تحفه بی‌بهاست، ولی بسیار وقت این تحفه را با اجرا کردن آرزوهای دیگران و قانع کردن انتظاری‌های آنها صرف میکنیم، به آنکه حقیقتاً برای خود زندگی کنیم. شما احتمال بارها با فکرهای دیگران به دشواری روبرو شده اید. چگونه باید زندگی کنید؟ چه کار باید کنید؟ و چگونه به خواسته های خود برسید؟